الله رب العزت و الجلال زبان پیامبر بزرگوارش اعلان میکند، میفرماید لکل قادر لواء یوم القیامه عند عسته. روز قیامت هر کسی که به عهد و پیمانی که به الله داده، به عهد و پیمانی که به مسلمین داده و به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده، اگر وفا نکند یک بیرق آورده می شود، بسیار عفو می خواهیم، بسیار عفو می خواهیم، این را به پشت سرش زده می شود، به پشت سرش زده می شود. کیفیتش به ما معلوم نیست. به پشت سرش زده می شود، به پیش کل مخلوقات. این شرمنده و خجالت است. این حدیث در بخاری است و در مسلم هم هست. بنابراین سروران من، این تعهد و عهدی که به الله داریم و به رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، وفاداری کار دارد. سوم، آیا وفاداری با مردم و مسلمین داریم؟ آیا ما با تعاملی که با مسلمان ها داریم وفا میکنیم؟ امروز چه بسیار مسلمان هایی که چه وعده های چرب و گرم به برادر مسلمان خود میدهد، بیا ما تو شراکت میکنیم، پولت را به من بدی با من شراکت بکن، در حالی که خوب میداند و فکرش این است که این پول مسلمان را از جیبش بگیره، قرضدار است و قرضای خودش بده، به این بهانه که تو را در دکان خود شریک میکنه. بسیار مسلمان ها میروند پشت دروازه برادر مسلمانش، میگه به من قرض بده، تصمیمش هم است که پول برادر مسلمان را بگیرد دوباره بر نگرداند، با 100 تا بهانه این پول را بخورد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که قرض میگیرد از برادر مسلمانش و نظرش است که پول بر نگرداند همین قسم از دنیا میرود، روز قیامت در کنار دزدان خدا ای را حشر میکند، در کنار دزدان ای را حشر میکند. چقدر امروز پدرها وعده میدهند به پسرانشان که من این چیز به تو میخرم، اون چیز به تو میخرم. چقدر امروز شوهران وعده میدهند به زنان خودشان، در حالی که الله میفرماید و اوفوا بالعهد، ای بشریت، ای بندگان من، به عهدی که به الله بستین، به عهدی که دادین، به وعده‌ای که دادین وفا بکنین. فان العهد کان مسئولا. روز قیامت الله رب العزت و الجلال از این وعده ها از شما پرسان میکنه. چقدر امروز وعده میدیم به این و به آن، چقدر وعده دادن. خیلی کسایی بودن وقتی کاندید میکردن چی وعده هایی که نمیدادن، من این میکنم و آن میکنم، بعد از این که میرسیدن به آن مقام و به اون منصب خودشان دیگر به هیچ کسی اصلا تماس چی در جای خودش سلام کس را جواب نمیگفتن، در حالی که من گفتم لازمه ایمان است. رسول خدا فرمود لا دین لمن لا عهد له، دین ندارد کسی که وفا به عهد ندارد. پس بعد از این اگر وعده دادی به کسی، به این وعده خود وفا بکن، به همسایه خود وعده دادی وفا بکن، چون وعده این باور بکنیم. امروز اگر غربی ها نگاهی بیاندازد، امروز غرب یهود و نصارا به نماز ما نگاه نمی کند، به روزه ما نگاه نمی کند، چون با اینها اصلا ارتباط ندارد. اونها اخلاق ما را نگاه می کند. پس اخلاق ما همین وفاداری است، اخلاق ما خوش زبانی است، اخلاق ما خوش رفتاری است. امروز در غرب می بینیم بسیار خواهرها و برادرایی که از اینجا رفتن در غرب، اوجا لباس از تنشان کشیدن، جان برهنه خواهرای ما میگردن. شما دیده باشین شاید بسیار خواهرای ما که از افغانستان رفتن فرار کردن که کشور ناامن است، میریم با آرامش خود را میرسانیم، رفتن اونجا برهنه کردن خود را. چی کافر ببینه مسلمان شود؟ چی اخلاق پیدا کردن در اونجا؟ چی کار نمی کنن؟ باور بکنین حتی در صفحات بعضی جوانان از افغانستان هستند که خود را به زنها تشبیه کردن، زنانه پوشیدن، آبروی این کشور را بردن. غرب چی را ببیند بیاید مسلمان شود؟ یهود و نصارا به کدام عمل ما بیاید مسلمان شود؟ به یادم آمد اون مسلمانی که در فرانسه مسلمان شده بود، مرد یهودی، رفت در مکه و مدینه. وقتی که اونجا رفت اخلاق مسلمان ها را به مکه و مدینه دید، در مکه و مدینه اخلاق مسلمان ها را اونجا دید، روی صورت خود را به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدایا شکرت که پیش از این که مسلمان را به من نشان بدی، اسلام خود را به من نشان دادی. پیش از این که من مسلمان را بشناسم، اسلام را شناختم، قرآن را مطالعه کردم. اگر من می آمدم مسلمان را مطالعه می کردم، هرگز ایمان نمی آوردم. امروز کفار به نماز ما نگاه نمی کنند،
چون اونها هم عبادت دارن، اونها هم به یک نحو الله را پرستش میکنن، اونها به اخلاق ما نگاه میکنن، اونها به وفاداری ما نگاه میکنن. وقت سرزمین شام را مسلمان ها فتح کرد، شهر به نام شهر حمص است، در اونجا رومی ها را از شهر حمص بیرون راند. به شهر حمص مسلمان ها امیر مؤمنان خطاب کرد مسلمان میشوی؟ همه گفتن ما مسلمان نمیشیم. مسلمان نمیشین، جزیه بپردازین. گفتن خوب است، جزیه میپردازین. جزیه امین است که هر سال از مرد و زن پول گرفته میشه. در قبال این پول مسلمان ها از جان این کفار و از مال این کفار حمایت میکنن، به هیچ کس کار ندارن، اهل ذمه میدونن. گفت پول بپردازین جزیه، گفتن جزیه میدهیم. بعد رومی ها دوباره ساز و برگ نظامی خود را تشکیل دادن، لشکر عظیمی را درست کردن، دوباره حمله کردن به شهر حمص. مسلمان ها تلاش کردند که از شهر حمص حمایت بکنن و حفاظت بکنن، ضعیفی کردن. وقتی ضعیفی کردن میخواستن شهر حمص را ترک بکنن، امیر مؤمنان، امیر مجاهدین صدا زد که تمام مالهایی که از شهر حمص گرفتین جزیه همه را جمع کنین. همه را جمع کردن، مردم شهر را فراخوان. گفت ای مردم بیاین. گفتن چی شده؟ گفت مالهای خود را بگیرین. گفتن برای چی؟ به خاطر چی این مالها را گرفتیم؟ گفت ما این مالها را گرفتیم تا از جان شما حمایت و حفاظت بکنیم، نتوانستیم، ما شهر را ترک میکنیم، چرا مالهای شما را با خود ببریم؟ وقتی مردم حمص این حالت را دیدن، همه در یک میدان وسیع اعلان کردند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این اخلاق است که کفار متأثر میسازد. امروز شما در صفحات میبینید این ملت افغان، ملت شجاع، ملت دلیر، امروز جوانان رفتن چی ساختن خود را در غرب. خواهرای مسلمان در غرب رفتن چی ساختن. این تیک تاک را کی تشکیل داده؟ لباس برهنه، کنسرت میتیم ما، کنسرت مسلمانی، الحمدلله مسلمان. همجنسگرایی را برای انداختن. تظاهرات میکنیم که در افغانستان هم همجنسگرایی باید سابقه قانونی پیدا کنه، مجوز قانونی پیدا کنه. پس غرب چی مسلمان ها را ببینن بیاین مسلمان شدن؟ مسلمانی کافر مسلمان شده بود در هندوستان، از یک مسلمانی که 50 سال مسلمان بوده، 50 سال مسلمان بوده، از پیش پرسان کرده که ما خو کلمه خواندیم، به ما قرآن را تعلیم بده و فرضای نماز به ما یاد بده. این مسلمان در جوابش گفته قرآنم بلد نیستم، فرضای نمازم نمیفهمم. چند سال سن داری برادر مسلمان؟ 50 سال. چند فرض در نماز است؟ امیر خود نمیدانم، من خود ملا نیستم. فرض نماز باید ملا بدانه؟ با آواز بلند بگی باید ملا بدانه؟ واجبات در نماز چند تاست؟ من خود ملا نیستم. برادرم ریش بگذار، من خود ملا نیستم. لنگی بپوش، من خود ملا نیست. مسواک مصرف بکن، من خود ملا نیست. شما بیاندیشید که چه تقسیمات امروز ما کردیم این دین را. پس عزیز من، اخلاق ما، شیوه رفتار ما، وفاداری ما به عهد، این چیزی هست که سبب می شود کفار می آین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگن. اون تعامل ما را می بیند، اخلاق ما را می بیند.